سبيل الله أمواتا بل تاریخ بر شانه‌های مردان خدا می‌چرخد و روایت این چرخش را زنان صبور بر زبان می‌آورند. حکایت امروز ما حکایت یکی از همین زنان است. مادری که در پاییز غبارآلود سال 1401 جوانش را نه به حجله دامادی که به حجله شهادت فرستاد. اینجا مشهد است حریم امن امام مهربانی‌ها و ما به تماشای قصه جوانی نشستیم که در همین کوچه ها آرزوهایش را به آسمان گره زد. جوانی به نام دانیال، 20 چند سال بیشتر نداشت. حلقه عقد در دستش نشان از پیمانی زمینی داشت، اما قلبش بیقرار پیمانی آسمانی بود. و امروز ما پای کلام مادری می نشینیم که این جوان آسمانی را پروراند. مادری که قصه دانیال را نه با اشک که با افتخار روایت می کند. با ما همراه باشید تا از زبان مادر شهید دانیال رضازاده رسم عاشقی و پرواز را بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش اومدید به استودیوی برنامه هنزله. از آقا پسرتون تعریف کنید. کجا درس خوندند، از بچگیشون برامون بگید و اینکه چطور وارد فضای بسیط شدن. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم رب الشهداء و الصدیقین. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، محمدیان هستم، مادر شهید امنیت دانیال رضازاده، مادر تنها فرزندی که با افتخار 24 سال لیاقت مادریشو داشتم و امانتی بود که خداوند به من سپرده بود. بعد از 24 سال امانتشو پس گرفت. خوشحالم که فرزندم و یه فرزند ولایی، عاشق رهبرش، عاشق کشورش، یه بچه عتی تربیت کردم که الان بهش افتخار میکنم. نه تنها من بلکه تمام مردم سرزمینم بهش افتخار میکنم. دانیالم متولد 12/12/76 و تاریخ شهادتش 26 آبان 1401 گفته بود. یه خاطره دلم میخواد بگم. دانیال وقتی رفتم کارنامه‌شو گرفتم، یه 2 درس نمره کم گرفته بود. خیلی ناراحت شدم، خیلی گریه کردم که معاون مدرسه گفت چرا خانم رضازاده گریه میکنید شما؟ گفتم تا به حال دانیال من انقدر نمره کم نگرفته بود، همیشه نمراتش بالا بود. وقتی دانیال اومد که دید من ناراحت شدم و اینا، گفت مامان قول میدم جبران کنم، ببخشید. یکم کوتاهی کردم و برای کنکورش سعی کرد و دولتی قبول شد. شهید منتظری درس خوند و رشته برق قبول شد. دانیالم کنار درسش شروع کرد و فعالیت‌های بسیجشو اومد و از من اجازه گرفت. دانیال از همون سن 11 سالگی، پایان 11 سالگیش اومد یه روز از من اجازه گرفت، وارد بسیج شد. اون روز احساس کردم که دانیالم مرد شده. احساس کردم که مرد کوچک من بزرگ شده. آخه دانیال از سن 5 سالگی پدر نبود کنارش. افتخار میکردم که دانیالم کنارم هست، همدمم بود، هم صحبتم بود، مرد خونم بود. و روزی بود که منتظر این لحظه بودم و دانیال اومد و گفت مامان اجازه میدی؟ گفتم بله پسرم.
گفت مامان من مرد شدم. کسی که مرد شده و وارد بسیج میشه نماز و روزش رو کامل میگیره. دانیال از اون سال نماز و روزش رو کامل گرفت. از همون سن 11 سالگی تو عرصه بسیج بود، تو پایگاه بسیج، مساجد، فعالیت‌های خودش رو شروع کرد، اردوهای جهادیش رو شروع کرد، راهیانش رو شروع کرد. از سال بعد به عنوان خادم الشهدا 8 سال از بهترین روزهای عمرش رو دانیالم تو سرزمینی قدم گذاشت که کربلای ایران نام داشت و خدمت میکرد به زائرای راهیان. میگفت اگر شهدای عزیزمون اون زمان دفاع مقدس خونشون ریخته شد و رفتن دفاع کردن از کشورمون که مبادا یک وجب از خاک کشورم دست بیگانگان، دست دشمنان نیفته، الان وظیفه من هست که برم و از زائران راهیان پذیرایی کنم و دینم رو ادا کنم. مامان اجازه میدی؟ منم با دل و جون اجازه میدادم و دانیال میرفت و خدمت میکرد به زائرای راهیان. هر زمان اتفاقی میافتاد تو کشورش از قبیل سیل و زلزله دانیال پیش قدم میشد و راهی سفر میشد، میرفت. همیشه خودم کولش رو آماده میکردم و چیزی رو از قلم جا نمینداختم. الان 3 ساله که دانیالم نیست، نتونستم براش کولش رو آماده کنم و کولش همچنان توی کمدش آویزونه. با خاطرات دانیال زندگی میکنم، با عکس‌های دانیال. جاش خیلی خالیه کنارم، توی خونه جاش خیلی خالیه. دانیال اولین اردوی جهادیش و روستای برزش‌آباد بود که رفت. بعد از اون 1 هفته 10 روز و 1 ماه و 40 روز فراتر رفت. 2 ماه برای ساخت اساس صحن حضرت زهرا رفته بود نجف اشرف. سال 96 سال 98 جهادگر نمونه معرفی شد. 2 ماه سیل پل دختر رفته بود. 2 ماه زلزله سلپر ذهاب رفته بود. سفید سنگ، 2 قارون، فریبان، سبزوار، داورزن، همه جا دانیال فعالیتش رو شروع کرده بود. خوشحال بودم که پا توی یک راهی گذاشته بود که عاقبتش ختم شهادت شد. چه کسی با این فضا آشناشون کرد؟ من خودم اولین کسی بودم که دانیالمو تو روزه های سید الشهدا بردم، با آقا ابو عبدالله آشناش کردم. دانیال پای روزه های سید الشهدا بزرگ شد و پای سفره سید الشهدا رزق حلال خورد و الحمدلله خودش راهش رو تعیین کرد. دانیال ارادت خاصی با آقا ابو عبدالله و خانم حضرت رقیه داشت. به این 2 شخص بزرگوار بی نهایت علاقه داشت و ارادت بزرگی داشتن و خادم آقای امام رضا و خدمت میکرد به زائر آقای امام رضا. وقتی پای روضه سید الشهدا میشست به قدری اشک میریخت و گریه میکرد که دوستاش بهش میگفتن دانیال چه مشکلی داری؟ بگو ما کمکت کنیم. در جواب برمیگشت میگفت من هیچ مشکلی ندارم، من بنده روسیا از آقا ابو عبدالله میخوام که تذکره شهادتم رو امضا کنه و من بنده روسیا رو بپذیره. دانیال یه رفیق شهیدی که داشت، دلم میخواد اینو بگم، دانیال برای خودش یه رفیق شهیدی قرار داده بود تو زندگیش. شهید سنجرانی بود، میرفت سر مزارش، درد دلاشو میگفت و هر زمان گرفتاری داشت میرفت به اشترزا درد دلاشو میگفت به شهید سنجرانی عزیزمون. مداحی مورد علاقه شهید رضازاده چی بود؟ یه مداحی داره دانیال، خیلی مداحی رو دوست دارم براتون بذارم. تا خوب
خوب نشه زخمات دست بر نمیدارم، تا خوب نشه زخمات دست بر نمیدارم. بذار حالا نوکر شما باشم، بذار حالا نوکر شما باشم. لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم، لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم. بده که پیش تو یه سرم سپید نشه، بده که نوکرت بمیره و شهید نشه. من حسن اومدم برا شهید بشم، من حسن اومدم برا شهید بشم، تا تو قلب مادرت عزیز بشم. سردم نکنی، تردم نکنی. بریم به آبان ماه 401، زمانی که اغتشاشات شروع شد. اون روزا دانیال چجوری میرفت و کی میومد؟ چقدر سطح دغدغش بود؟ معیارش چی بود؟ هدفش چی بود؟ خیلی اون شب و روزا که خیلی عجیب برمیگرده به همون. یه خاطره بگم از دانیال، برمیگرده به همون قبل آبان، انگار 40 همون 1401 محرم. دانیال اون سال برای اولین بار منو فرستاد کربلا برم پیاده روی 40. دانیال گفت مامان من یه حاجت خیلی مهمی دارم، امسال میری کربلا 40، برای اولین بار من میرفتم تجربه کنم. گفتم مامان من از لحاظ مالی سخته برام، نمیتونم. گفت مامان امسال دلم میخواد شما رو بفرستم بری 40 کربلا، من یه پسندازی دارم، بیا برو دیگه، برای من دعا کن، یه حاجت خیلی مهمی دارم، فقط با دعای شما من حاجت روا میشم. یه چیز بگم مامان، من باید از اون حق مادریت بگذری که من حاجت روا بشم. گفتم باشه مامان میرم. رفتم پیاده روی 40. اون سال خیلی دلم شکسته بود. وقتی رسیدم صحن سرای آقا با یه دل شکسته خدمت آقا رسیدم، مثل مادری که جوون از دست داده. التماس آقا رو کردم، گفتم آقا جون دانیالم به امیدی منو فرستاده پابوس شما، گفته یه حاجت مهمی داره. آقا جون دانیالم با پسنداز خودش منو فرستاده خدمت شما، نمیدونم حاجتش چیه، گفته باید از حق مادریت بگذری، هرچی هست من مادر قبول میکنم، فقط دانیالم حاجت روا بشه، من با دست پر برگردم که دانیالم خوشحال بشه. آقا رو قسمش دادم، رفتم خدمت آقا ابوالفضل، آقا ابوالفضل رو قسم دادم، رفتم خدمت آقا امیرالمومنین، ایشونم قسم دادم، خدمت امامین کاظمین و امامین سامرا، ایشونا رو هم قسم دادم. وقتی که تموم شد اون شب تو سامرا یه حال هوای عجیبی داشتم، دلم خیلی شکسته بود، گریه کردم بی نهایت. رفتم سرداب آقا امام زمان، یه نامه نوشتم انداختم تو سرداب آقا، از آقا خواستم، گفتم آقا جون حاجت دانیالمو بده که من دارم برمیگردم با دست پر برگردم، هر چی هست قبول. وقتی برگشتم دانیالم گفت مامان دعا کردی برام؟ گفتم مامان جان تا به حال همچین دعایی رو تو زندگیت برات نکردم، انشاءالله حاجت روا میشی. به 40 روز نکشید که خبر شهادتمو دانیال برام آوردن. بعد فهمیدم که دانیال حاجت شهادت بوده، منو فرستاده که برم تذکره شهادتشو براش بگیرم. خوشا به سعادتش. اون اغتشاشات 1401 دانیال وقتی برگشتم شب و روز نداشت،
شبا تا ساعت 2-3 نصف شب تو خیابونا گشت بودن. تا از صبح که تا بعد از ظهر سر کار بود. می اومد خونه بلا فاصله، اگر 1 ساعت، 1 ساعت و نیم، 1 ساعت استراحت میکرد، لباسش عوض میکرد، میرفت تو خیابونا گشت. می اومد دیگه خسته و کوفته، دیگه میخوابید. شب تا صبح مدایی گوشیش روشن بود، گوشیش مدایی میذاش روزه، میخوابید تا صبح. صبح که بیدارش میکردم بره سر کار، میگفتم دانیال تو اصلا خوابت میبره مامان با صدای این روزه ها و مدایی ها؟ گفت مامان آره این باید رو سرم روشن باشه. گفتم مامان چه خبر تو خیابون؟ گفت مامان خیلی اوضاع خرابه، خیلی خیلی خرابه، خیلی رهبرم خیلی تنهاست، نمیدونی تو خیابون چه خبره. بی‌حجابی بیداد کرده، مردم خیلی تو خیابونا ریختن، خیلی توهین میکنن به رهبرم، خیلی اصلا عجیب. بعضی وقتا احساس میکردم بعد از که دانیالم به شهادت رسید که اتاقشو مرتب کردم، دیدم تو کشوی تختش کلی باند و چسب و قرص و ژل و نمیدونم اینطور داروهای روغن و اینطور چیزا. بعد فهمیدم چه شبهایی که دانیالم کتک خورده و آسیب دیده می اومده خونه که لب به شکوه و گلایه باز نمی کرده که مبادا من مادر نگرانش بشم که بچم آسیب دیده. این صدای اون روزه ها و مداحی ها رو بلند می کرده که مبادا من مادر از صدای دانیال، صدای ناله های دانیال، درد دانیال از اتاق بغلی صداشو بشنوم که اینجوریه. بله دانیال خیلی براش مهم بود، خیلی اون گشتای شبانه هر شب میرفت، هر شب تو خیابونا، تو خیابونای احمدآباد، تو خیابونای هاشمیه، تو خیابونای صدرضی، همه جا دانیال گشت بود، همه جا دانیال مسئولیت پذیر بود. خودشو تو عرصه خیابون، تو کف خیابون با دست خالی این بسیجی‌های عزیزمون کنار نیروهای انتظامی، کنار سپاهی‌های عزیزمون حضور داشتن. از اون شب یا از اون روزی بگید که شهید رضازاده برای آخرین بار از خونه رفتن بیرون. بله دانیال یه هفته قبل از شهادتش اومد خونه و گفت مامان، یه حال هوای عجیبی داشت. یه هفته 10 روز قبل از شهادتش نگران بود، پریشون بود، همش میپرسید مامان کاری چیزی نداری؟ دکتر نمیخوای بری؟ حالت خوبه؟ خریدی چیزی نداری؟ گفتم نه مامان چرا؟ چیزی شده؟ گفت نه من یه سفری در پیش دارم. گفتم کجا میخوای بری مامان؟ میخوای بری اردو جهادی؟ گفت تقریبا همچین چیزیه ولی این سفر هم یه ذره طولانی تره، همینجور که تا بار صبوری کردید صبوری کنید، یکم طول میکشه مامان. گفتم باشه پسرم. اسم 2 تا از دوستاشو برد، گفت مامان این 2 تا دوست من مثل 2 تا برادرمن، از من بیشتر بهتون رسیدگی میکنن. مامان جون شما 24 سال زحمت منو کشیدین، جوونیتونو به پای من گذاشتین ولی من هیچ کار براتون نکردم. یک سر سفر بودم اردو جهادی، راهیان، گشتای شبانم این ور اون ور بودم، شما تنها بودید ولی قول میدم یه روزی میرسه که به هم افتخار میکنید و جبران همه زحمتامو میکنم مامان. یه هفته بعد دانیالم به شهادت رسید. فهمیدم که دانیال میخواد بگه مامان با شهادتم جبران همه زحمتامو میکنم. اون روزی که دانیالم صبحش رفت سر کارش، باش تماس گرفتم، نگران بودم، پریشون بودم، دلهوره عجیبی داشتم. بهش زنگ زدم گفتم دانیال حالت خوبه مامان؟ گفت بله مامان سر کارم. مامان امروز خیلی سرم شلوغه، اگه امکان داره زنگ نزنید، خودم ظهر میام خونه نهار با هم بخوریم. پنجشنبه بود، براش اون غذایی که دوست داشته براش آماده کردم که دانیالم ظهر ساعت 2 میاد خونه، منتظرش بودم.
روز 25 آبان ماه، روز قبل شهادت دانیال و شهید زینالزاده رفته بودن تو خیابون امام رضا. آخر مراسم تشییع جنازه شهید حسن براتی بود. آخر مراسم دانیال رو میکنه با حسین که حسین جان بیا یه عکس 2 نفره بگیریم، شاید فردا ما شهید بشیم و آخرین عکس یادگاریمون باشه و روی هجلمون استفاده کنم. همون لحظه من داشتم از تلویزیون برنامه رو نگاه میکردم، گریه میکردم. ناخودآگاه به زبون جاری کردم، به دلم افتاد. اصلا گفتم خدایا میشه دانیال منم شهید بشه، به منم لقب مادر شهید رو بدن، منم درک کنم که یه مادر شهید چی میکشه. مرغامی تو راه بود و جواب دل منو داد. اون فردای همون روز پنجشنبه ساعت 2 شد، دانیال خونه نیومد. 3 شد نیومد. هرچی زنگ میزدم دیگه دانیال جواب تلفنمو نمیداد. نگران بودم و دلشوره عجیبی. خواهرم خونه من بود. گفت خواهر نگران نباش، دانیال سابقه داره، او باز هر جا هست رفته سرش بند شده. گفتم نمیدونم چرا تلفن جواب نمیده. زنگ زدم به یکی از دوستاش که با هم دیگه سر کار میرن. گفتم امین جان چرا دانیال خبری نیست؟ هر چی زنگ داره. گفت با هم اومدیم از سر کار بیرون از شرکت، الان پیگیر میشم. دیگه منتظر خبر اون نشدم. دیگه زنگ زدم به یکی از 2 تا دوستاش، دیدم نه اونا در جریان نبودن. وایستادم تا دمدمای غروب شد. دم غروب شد زنگ زدم به اون دوستش که دانیال خیلی باهاش صمیمی بود، پاسدار بود. زنگ زدم بهش نزدیک اذان شده بود، اذان رد شده بود. بعد گفتم مجید آقا شما از دانیال خبر دارید؟ گفت هاش خانم دانیال مجروح شده، اگر امکان داره بگید دایش بیاد بیمارستان. دیگه نفهمیدم، خیلی حالم بد شد. بلا فاصله به برادرم طبقه بالا میشست، صدا زدم داداش بیا پایین که دانیال میگن مجروح شده. داداشم زود گفتم برو بیمارستان، میگن بیا بیمارستان امام رضا. بلا فاصله دیگه داداشم رفت بیمارستان، من نبرد. منم دیگه نماز خوندم و اینها پشت سرش دیگه. بعد رفتیم میگن دانیال از سر کار که تعطیل میشه ساعت 2 فرمانده پایگاهش با حوزش باهاش تماس میگیره، میگن دانیال بیا حوزه حکم مأموریت بگیر، برو محل حادثه. شلوغیا اومد به سمت خیابون عامل رسیده، بیا اونجا. اینم تشنه و گرسنه با همون لباس کارش دیگه فرصت نمیکنه بیاد خونه لباس بسیجی بپوشه. میره اونجا حکم مأموریت میگیره، به محل حادثه میره. بعد از 1-2 ساعت درگیری و متفرق کردن مردم و اینکه مغازه‌دارامون مغازه هاشون رو ببندن و خانوما رو مردم متفرق میکردن و اینها، تازه نیروی انتظامی اومدن و بسیج اومدن، سپاه اونجا بودن و همه خیلی شلوغ بوده و اینها، که ساعت 4:42 روز پنجشنبه لحظه لحظه نماز مغرب شاه از آن که به صدا در میاد دانیال من به شهادت میرسه و اون آقای مجید رهنورد از خونه میاد بیرون در حالی که چاقویی در دست داشته. میاد از خونه بیرون و اولین ضربه رو از پشت سر به شهید زینالزاده میزنه به سر ایشون و ایشون میفتن روی زمین و تو این فاصله 4 نفر از بچه‌هامون میان برای کمک. هر کدومشون مجروح میشن و صدا میزنن دانیال بودو بیا که حسین رو زدن و دانیال برای کمک به سمت حسین میاد و با قاتل رو در روح میشه، فرار میکنه. این صحنه رو بارها تلویزیون نشون داده. دانیال دور ماشین میچرخه، ناخودآگاه پاش سر میخوره میفته روی زمین و یه موتور کنار دانیالم بوده میفته رو دست پای دانیالم و قاتلم میشینه روی موتور و هر کسی میاد برای کمک به سمت دانیال با ضربات چاقو به عقب رونده میشه و اولین ضربه رو به گردن دانیالم میزنه و شاهرگش رو میبره و قفسه سینه بچه رو میشکافه
و ضربه های متعددی به شکم دانیالم میزنه و دانیالم از آن که به صدا در میاد دعوت حق و لبیک میگه و قاتل متواری میشه. دوستش که بالا سر دانیال میرسه میگه دانیال وقتی که میخواد به شهادت برسه یه خنده رو لباش بوده و یه یا حسین و به شهادت میرسه. خوشا به سعادتش وقتی که خوابشو میبینم یکی از بستگان نزدیکم بعد ازش میپرسن دانیال اون لحظه ای که قاتل نشست روی سینت و گردن تو برید آیا دردی رو احساس کردی؟ در جواب برمیگرده میگه نه، آخه اربابم کنارم بود، من تو بغل اربابم به شهادت رسیدم. اربابم گفت دانیال تازه داماد پاشو بریم دیگه جای تو اینجا نیست. از اون لحظه به بعد خادمی گودی قتلگاه رو بهم دادن. من جایگاه خوبی دارم، فقط نگران تنهایی مادرم هستم. بهش بگید هیچ وقت غصه نخوره، من همیشه کنارش هستم، احساس تنهایی نکنه. خوشا به سعادتش همون جوری که دوست داشت به شهادت رسید و اربابش خریداریش کرد. خداوند مزد تمام زحمتاشو داد. عاشق آقا ابا عبدالله بود. دانیال یه متنی داره روی کسی به جز حسین علیه السلام حساب نکن. واقعا زمانی زنده بودنش رو پروفایلش و آخر هرچی پیامایی که به هر کی میداد این متن رو مینوشت و همه دانیال رو با این متن میشناسن. الان تو اتاقش هم این متن همه جای اتاقش نوشته شده، حتی روی سنگ مزارش این جمله حک شده و به همه توصیه میکرد. عاشق آقا ابا عبدالله بود. همون گریه هایی تو روضه سیدالشهدا دستشو گرفت انشاءالله که شفیعمون باشن، فردای قیامت دست ما رو هم بگیرن، شهدای عزیزمون. و خدا آقا ابا عبدالله کمکمون کنه. موقعی که دانیال شهید شد ناراحت بودین از خدا، دلگیر بودین یا حس افتخار بهتون دست داده بود؟ چه حسی داشتین؟ خب وقتی رفتم بیمارستان و فهمیدم که دانیالم شهید شده اولش خیلی بیقراری کردم. نه ناراحتی که نه، ولی خیلی بیقراری کردم. اول که گفتم خدایا چرا من؟ چرا دانیال من؟ اینا رو گفتم. ولی بعد که به خودم اومدم سجده شکر به جا آوردم. گفتم خدایا ممنونتم، خدایا ممنونتم که دانیالم عاقبت به خیر شد. دانیالم به آرزوش که شهادت بود رسید. خدایا تشکر میکنم از اینکه امانتداری بودم که امانت تو پس گرفتی. اصلا ناراحت نبودم و خوشحالم هستم که دانیالم همچین جایگاهی داره، همچین قسمت روزی قسمتش شده و همچین مقامی داره و لیاقتی پیدا کرده. شما به عنوان مادر شهید رضازاده از چه چیزی در جامعه الان رنج میبرین؟ از بی‌حجابی، از بی‌کفایتی بعضی از مسئولین. واقعا بعضی از مسئولین این کشور رو رها کردن. احساسم اینه میگه همین بی‌حجابی واقعا داغ دل ما مادرای شهدا رو واقعا تازه میکنه. خیلی ما خیلی راحت کنار میایم با نبودن فرزندانمون، خیلی راحت کنار اومدیم
داغ فرزندانمون راحت میتونیم چی بکنیم. ولی این بی‌حجابی که میریم تو خیابونا تذکر میدیم ولی قبول نمیکنن. خب سخته. این جوانای ما رفتن، خونشون ریخته شده. شهدای ما، شهدای دفاع مقدس ما رفتن به خاطر همین کشورمون، به خاطر همین بی‌حجابی. تو وصیت‌نامه همین شهدای عزیزمون همه قید کردن: خواهر مسلمان من، حجاب حجاب حجاب. ولی هیچکی رعایت نمیکنه. الان که نگاه میکنیم تو شهر عزیزمون، این شهر مقدس مشهد، واقعا بی‌حجابی بیداد کرده. به هر کسی که میگیم، به هر مسئولی که میگیم، هیچکی جوابگو نیست. کی جوابگوه؟ جواب این دل مادرای شهدا رو کی میخواد بده؟ کی جواب میخواد بده؟ حرف اول و آخر ما همین بی‌حجابیه. اگر فکر کنین صداتون رو الان مجید رضا رهنورد یا امثال اون میشنون، چی بهشون میگفتین؟ خب میخوام بگم شهدای دفاع مقدس رفتن با دشمنان جنگیدن که به شهادت رسیدن. ولی این شهدای عزیزمون از جمله دانیال ها و حسین ها و شهدای دیگمون تو کشور خودمون به دست خودیا به شهادت رسیدن. آخه چرا؟ به خاطر چی گول خوردین؟ شما چرا گول خوردین؟ گول غربگرایی ها رو خوردین که بیان هموطنان خودتون رو به شهادت برسونین. این آقای رهنورد وقتی توی دادگاه در روبروی من وایستاده میگه من گول خوردم، بهش گفتم گناه دانیال من چی بود؟ تو چرا دانیال منو به شهادت رسوندی؟ دانیال تنها فرزند من بود، نانآور خونه من بود، همدمم بود، هم صحبتم بود، مرد خونم بود. من بدون دانیال چیکار کنم الان؟ جواب منو بده. گفت گول خوردم، به من وعد و وعید دادم، پول، مقام، ثروت، همه چی. آخه ارزش داشت که تو یه هموطن ایرانی تو بکشی؟ من دردم اینه. آخه چرا این کارو بکنی؟ از جمله این آقای رهنورد چرا گول بخورید؟ چرا این کارا رو بکنین که یک آن به خودتون بیاین بعد پشیمون بشین؟ هم خانواده خودتون رو داغدار بکنین که شما باید قصاص بشین، اون اتفاق برای خودت بیفته، هم یه خانواده دیگر رو اینجوری، مادر دیگری رو بخواد داغدار بکنی. آخه چرا این اتفاق بیفته؟ نکنید، نکنید، گول نخورید. این شبکه‌های مجازی چرا میرید؟ چرا گول این شبکه‌های مجازی رو میخورید؟ آمریکا، اسرائیل داره رو جوانای ما کار میکنه. هدفش اینه که مغز این جوانای ما رو شستشو بده. ما باید بیدار باشیم. ما باید بیدار باشیم که گول این آمریکا، این اسرائیل رو نخوریم. از همینجا میخوام که از جوانای عزیزمون هوشیارانه بیدار باشید و گول نخورید. از طریق این ویدیوها قطعا صدای شما حالا به جوانای این مملکت، نوجوانای این مملکت، دختر پسر میرسه. بله. عنوان یک مادر یک نصیحت مادرانه داشته باشید، هم برای ما و هم برای همه افرادی که این برنامه رو. بله. از همینجا درخواست میکنم از تمام فرزندان عزیزم، هم دخترام هم پسرام، به تک تکتون افتخار میکنم. شما فرزندان من هستید. هر کجای این کشور که زندگی میکنید. بعد از دانیالم به تک تک شما افتخار میکنم. شما باید راه دانیال من رو ادامه بدید، راه شهدای عزیزمون رو ادامه بدید. علمی که این بچه های عزیزمون به دست گرفتن، شما به دست صاحب امرمون
آقا امام زمان برسونید. انشاءالله که شهدای عزیزمون شفیعمون باشن و راهشون ادامه بدیم و فردای قیامت جلومون نگیرن، نگن ما رفتیم به خاطر شماها، شما چه کار کردین به خاطر ما. شرمنده‌شون نباشیم. پسرامون با مردونگی و غیرتشون، دخترامم با عفت و پاکدامنیشون ثابت کنن که خواهران این شهدا هستن و پسرامم برادران این شهدا. ممنونم. دعا میکنم همون دعایی که در حق دانیالم کردم، همون دعای عاقبت به خیری، انشاءالله که شهادت رزق روزی تمام شما فرزندان عزیزم بشه. ما یک هدیه‌ای برای شما داریم که روی میز. زنده باشید. این هدیه رو باز کنید. این هدیه‌ای که از شهدای دفاع مقدس تا شهدای مدافعان امنیت تا شهدای همین جنگ 12 روزه اخیر برای اون جنگیدن و برای اونی که جان فدایی کردن، جان فشانی کردن و اینکه حالا ما در امنیت و آسایش و آرامش داریم زندگی. این جهان سخته. این خاک ایران. وای بله، خیلی با ارزشه. این خاک کشورم به هیچی نمیدمش. واقعا خیلی با ارزش. با ارزش در این چیزیه که میشه حسابش کرد. تمام شهدا جونشونو دادن به خاطر این یه ذره از این خاک که دست هیچکی بهش نرسه. واقعا با ارزشه. ممنونم. صدایش هنوز در گوش ماست. من اصلاً آمدم برایت شهید بشوم. این فقط یک مداحی نبود. این ترجمان یک عمر عاشقی بود. حکایت پسری که رفت تا راه باز بماند و حرف مادری که ماند تا آن راه را نشانمان دهد. این مادر امروز از آرزوهای پسرش نمیگوید، از دغدغه‌هایش میگوید. از زخمی که بر فرهنگ این سرزمین میبینید. شهادت دانیال یک پایان نبود، یک آغاز بود. آغاز رسالتی بر دوش مادر برای پاسداری از همان ارزشی که پسرش برایش پر کشید. و در نهایت این خاک عصاره ایران، خاکی که عطر خون دانیال را در خود دارد. این خاک را به دستان مادری می سپاریم که خود ریشه استوار این سرزمین است. باشد که یادمان بماند آرامش امروز ما مدیون بیقراری کدام مادران بوده است. جمهوری اسلامی که بیرون زده از دل خود، روی اون اسمی از یه جوون، یه پلان از دل خود، یه پوتین فقط مونده از یه جوون که خوابید روی مین استخون، یه کلاه با یه عکس وصیت نامه غرق خون، یه جوون که پدر شد و پر زد و دخترکش رو ندید، دختری که پدر رو ندید و آغوش پدر نچشید،
یه پدر 20 و چند سال و چند ماه چشماشو دوخته به در، مادری منتظر واسه دیدن قامت روی پسر، یه پلاک از دل خاک. عشق یعنی یه پلاک که زده بیرون از دل خاک، عشق یعنی یه شهید با لبای تشنه سینه چاک، عشق یعنی یه جوون